سلام دوستان، امروز آموزش نصب موکت راپله رو انجام میدیم. قسمی که میبینی راپله کلا خالی است. مشتری عزیز ما از ما خواستن که نصب موکت انجام بده. قسمی میبینی اول متر میکنین، متر و مربع میگیرین این بر اون بر، عرض و طولش. بعد دقیق متر که انجام دادیم میایم موکت پوریش انجام میدیم. قسمی که میبینی همون متر گرفتیم میایم موکت با مو اندازه متر میزنیم، علامت گذاری کردیم. بعد این برش هم علامت میزنیم. بعد موکت رو میچرخانیم، از پشت سر بریش میزنیم. چون اینجا خط کش نداریم میتونیم که با متر ازش خط کش استفاده کنیم. قشنگ قسمی که به ویدیو دقت کنیم، قسمی که بریش میزنیم همین شکل متر بندازیم با جای خط کش استفاده کنیم. دقت کنین که تیغ زیاد فشار ندین چون موکت زیر میبره. بعد ما یه خط رو افتاد، بعد از روی خط قشنگ میبریم با تیغ. دقت میبریم. الان موکت ما برش خورد. الان میاریم تو راپله پهن میکنیم. دقیق کارایی که ما انجام میدیم مثل ویدیو شما هم انجام بدیم. در فت کردنش خیلی دقت باشین که کاملا فت بیاید. اسمی که در ویدیو میبینین همین شکل انجام بدین. الان از چسبای گیره استفاده میکنیم، با چکش سرش ضربه میزنیم صفر شود. با چکش میزنیم صفر شود. همینجوری هر جا چسب میخواست چسب میزنیم و ادامه میدیم. ما این سمتای بالایش از فت کرده بودیم، الان چسبای گیره هم زدیم که دیگه صفر شود. اینجا ما تو هر راپله 4 تا چسب استفاده میکنیم. بعد این اختیار به خودتانه که 2 تا استفاده میکنین یا 4 تا، چون این 4 تا سفت میشستن دیگه تکون نمیخوره. اینجا اضافه را قشنگ با تق خاطر اول خط میندازیم، بعد بریش میزنیم. دقت کنین به ویدیو. این اضافه هاش هم از بیرو بریش میزنیم. اضافه اینجا هم بریش میزنیم. بعدم با پاها درست میکنیم چون فت بیاد. اینجا می خط میندازیم. اضافه اینجا هم در آوردیم. الان چسبی گیره میزنیم. ما در هر پیله 4 تا چسبی گیره استفاده کردیم. شما اگر بخواید میتونید 2 تا استفاده کنید، 4 تا مشکل نیست، صفر نگه میداره. با چکش میزنید صفر شد. اینجا هم برش اضافهش برش میزنیم از بیرو. بعد برش ما انجام شد، الان گیرا رو میچسبن. قسمی که در ویدیو دیدین اول حواستون باشه خط میندازیم با تق کاتر، با خود کاتر ببخشید با تق نه، اول با کاتر خط میندازیم کاتر خالی، بعد با تق بریش میزنیم، اضافهش در میاریم، با گیره رو میزنیم و تمام. قسمی ویدیو همه کارتون همینجوری انجام میده و تکمیل میشه. اضافه اینجا هم از بیرو بریش میزنیم که قشنگ دید شود.
گیرارم از بیرو انجام میدیم که صفر نگه داره دیگه تکون نخوره. اینجا ما همکاریم صدا زد بیا بالا وایساد تا موقع جمع نشه، فیت و فیت بیاد. منم بالا آمده این وایسادم. قسمی که در ویدیو میبینین همینجوری نصبتان ادامه میدین. این هم اضافه موکت است، برش میزنیم و تمام. بعد اونجا هم چسب گیره میزنیم. این هم بود آموزش نصب موکت راپله. ببینید چقدر قشنگ در آمد و این سادگی.